بحث غنیسازی دیگه نیست، بحث صنعت هسته‌ای نیست، بحث تسلیم ایران است. خب البته این حرف برای دهان رئیس جمهور آمریکا خیلی بزرگه. ایران با عظمت، ایران با این تاریخ، ایران با این فرهنگ، ایران با این عزم پولادین ملی، اسم تسلیم برای یک چنین کشوری مایه استهزاء کسانی است که ملت ایران رو میشناسند. لکن این اظهار او یک حقیقتی رو لو داد. آمریکایی ها از اول انقلاب با ایران اسلامی مشغول معارضه هستند، پنجه میافکنند، هر دفعه هم یه بهانه‌ای دارن. یه بار حقوق بشره، یه بار دفاع از دموکراسی است، یه بار حقوق زنه، یک بار غنیسازی است، یک بار اصل مسئله هسته‌ای است، یک بار مسئله ساخت موشک. بهانه‌های گوناگونی میارن، اما باطن قضیه یک چیز بیشتر نیست و او تسلیم ایرانه. قبلی ها نمیگفتن این رو. چون想看最完整的新闻内容，记得下载TVBS 新闻网 APP。